بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر وما سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته ومتخرجي مدرسته وجامعته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إرغاما لمن سب وشتم ورفض. اللهم عليك بهؤلاء الرافضة السبابين الشتامين وطواغيتهم ومراجعهم، بقيادة خامنئي وعوانه وأنصاره وأحزابه من حزب الشيطان وحشد الشعبي والزينبيون والفاطميون وبقية عصاباتهم المجرمة. شتت شملهم، مزق جمعهم، أزل دولهم، واجعلهم أحاديث، ومزقهم شر تمزيق، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدیر وبالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال، بر خالق عزوجل، بر آفریدگار هستی از نیستی، بر ذاتی که همه چیز از آن اوست و هیچ کسی مالک چیزی نیست مگر به بخشش و اذن او. زنده کننده تنها اوست، میراننده تنها اوست، خالق تنها اوست، مالک هم تنها اوست، مدیر و مدبر و قیوم و ولایت مطلقه و همه کاره تنها اوست، علی رغم ادعاهای دروغینی که امام تراشان، عیسی پرستان، عزیر پرستان و بقیه افراطگرایان و غالیان در منطقه اسلامی که بت‌هایی برای خود تراشیدند، چه از بزرگان چه از غیر بزرگان، و اونها را به جای دین و به جای خدا نشونده‌اند. بهر یک نخجیر 100 نخجیر گیر، از منات و لات و عزا و هبل هر یکی دارد بتی اندر بغل. لیکن آخوند ما از برهمن کافرتر است، چون که او را سومنات امامت اندر سر است. برای اینکه مردم که به مثابه خانواده خدا هستند
مصنوع خداوندند، صانع تنها اوست. گرفتار این دجالان و فریبکاران و بددینان و بیدینان و غالیان نشوند، خداوند پیغمبرانی راستین فرستاده که درود و رحمت خداوند بر اون پیغمبران راستین از جد بزرگوارمان آدم تا حبیب حق و سرور خلق محمد ابن عبدالله خاتم پیغمبران و رسول علیهم السلام جمیعا. درود خداوند بر همه اونها باد، بخصوص به سرورشان و پرچمدارشان و رهبرشان و امامشان و پیشوایشان. درود خداوند بر او باد که از زحمات بی حد خود خارج از تصور گنج آسمانی توحید را به ما ارزانی داشت. و درود خداوند بر خانواده پاکش، بر نسب پاکش، بر همسران پاک دامنش، مادران مؤمنان، نه مادران مشرکان و قبر پرستان و بی تربیتانی که در حوزه های جهلیه و شرکیه باندهای روحانی نمای دغای بی حیا به قول آیت الله برقعی که رحمت خدا بر او باد امام تراشی کرده اند و 12 امام را به جای خدا نشوندند، 12 خدا درست کرده اند و با این خدای تراشی های خود دین و دنیای مردم را فاسد کردند. خداوند همین مردمی را که دین و دنیایشون را فاسد کردند چنان بر اینها مسلط کند که اینها را از صفحه روزگار و بلکه از صفحه ایران و روزگار محو نماید و به ما و بینندگان ارجمند ما و بقیه موحدان توفیق دهد که در بیداری مردم تا بدانند که اصل مشکل در کجاست موفق باشیم. و درود خداوند بر اصحاب محمد باد که بهترین اصحاب بر بهترین پیغمبر بودند تا حدی که خداوند جل جلاله و عم نواله اونها را تزکیه نمود. پیامبر خدا از دنیا رفت و از اونها راضی بود و اعلام رضایت کرد. الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم من ابغضنی فقد اغضب الله ومن اغضب الله یوشک ان یأخذه او کما قال علیه السلام. شما را به خدا، شما را به خدا، راجع به من، راجع به اصحاب من، راجع به یاران من، راجع به شاگردان من بدگویی نکنید، حقشون را مراعات کنید. بعد از من اونها را مورد انتقاد و مورد هدف تیررسی خود قرار ندهید، همچون که رافضیان کوردل و مشرک و غالی دیدنشون همین است. به بهانه دوستی اهل بیت این بهانه بزرگ را مطرح میکنند تا عورتهای خود را با عبای آل بیت بپوشانند که پوشاندنی نیست، خداوند رسواشون کرده است. من احبهم فبحبی احبهم، هر کسی که اونها را دوست داشته باشه به خاطر دوستی منه و کسی که با اونها دشمنی داشته باشه با من دشمنی کرده و کسی که با من دشمنی کرده باشه با خدا دشمنی کرده و کسی که با خدا دشمنی کند به زودی که او را میگیرد، انتقام ازش میگیرد. آیا این که سردسته مشرکان، سردسته چاقوکشان، سردسته تروریست ها، سردسته تحریفگران، سردسته قبر پرستان، پرچمدار شرک و بدعت و ضلالت و امامت امروز بعد از 43 سال
به دست همون ملت دچار بدترین فحش‌های علنی می شود، دچار بدترین اهانت‌ها می شود که او را دجال زمان می دانند. آیا این از انتقام خدا نیست؟ چوب خدا صدا ندارد، لیکن اگر بخورد دوا ندارد مگر با توبه و با بازگشت به توحید و یکتاپرستی. و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان، از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح این نفس سرکش و گناهکار و مصرف برخیش قبل از دیگران و آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت و منت خودش بر قلب و فکر و زبان این بنده گناهکار جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی، به درستی، بدون پیش‌داوری های سابق، بدون حب و بغض شخصی، زبانی، طایفه‌ای، فرقه‌ای، پیشوایی این و آن، بدون هیچ تعصبی سخن را بشنوید و بهترین را برگزینید. کسانی که چنین صفتی را در خود داشته باشند شکر خدا کنند یا به قول عوام به خود ببالند. برای که کسانی که چنین صفتی داشته باشند یعنی اینکه عقل و فکر و هوش و گوش خود را نه به آخوند اجاره داده اند، نه به ملا، نه به پیر، نه به پاتال، نه به مولوی، نه به مفتی، نه به هیچ کسی. به شخصیت خود احترام قائلند که به اون چی که میشنوند میتونند بررسی کنند و بهترین را برگزینند. چشمداری توز چشم خود نگر، منگر از چشم آخوند سفیه بی هنر. گوشداری توز گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. و چون اشخاصی را خداوند جل جلاله به پیغمبر عظیم شأنش دستور داده که چون این اشخاص مژده بده، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. مژده بده به اون بندگانم، به اون بندگانی که سخنان را میشنوند. به مجرد اینکه انسان این آمادگی رو پیدا کرد که سخن رو بشنوه 50% راه رفته. بلکه تعصبها انسان رو کرکور میکنه. اون چی که باعث عدم شنیدن میشه دو چیزه: شهوت ها و شبهه ها. شهوت ها رو هم شیطان درش تاثیر داره و هم نفس. شبهه ها را پاسداران شبهه ها، نگهبانان شبهه ها بددینان هستند. بددینان درجات مختلف داره، از اهل بدعت گرفته تا اهل کفر و عیسی پرستی و عزیر پرستی و بقیه بشر پرستی. و بشارت بده به بندگانی که سخن را میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن همچون که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند سخن خداوند است. و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند
جل جلاله و امن واله. رسیدیم به آیه شریفه 23 از سوره مبارکه ابراهیم علیه و علی نبینا الصلاة والسلام. ولی مؤمنان به پروردگار نمیفرمود که مؤمنان به امامت که با این امامت زلالت خود تراشیده شده همه مسلمین را تکفیر میکنند و چنان خار و ذلیلند که 90% دین خود را تغییر کرده اند و علنا چیز دیگری میگویند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. علنا ما برادریم، وحدت اسلامی داریم. وقتی که سنبه پرزور میشه ملت برشون فشار میاره، میان نمازگزاران زاهدان و خاشو میکشند تا جنگ فرقه‌ای درست کنند. و این باند خبیث روحانیت که دجالان تاریخ میباشند همیشه کارشون همین بوده، تنها امروز نیست. ولی مؤمنان به پروردگار، نکوکار مردان پرهیزکار، خداوند ما و شما را از اینا قرار بدهد، بیایند یک سر به باغ جنان که جوی است زیر درختان آن، که با عزت و احترامی تمام بمانند جاوید در آن مقام. ندانی که پاکیزه را کردگار، چگونه مثل میزند ماندگار. چو زیبا درختی است خود برقرار، بود ساقش دائم و پایدار. که هر شاخ و برگی بروید از آن، به بالا رود جانب آسمان. هر کدوم از این کلمات گنجی است که نیاز به کشف داره. و چه زیباست قرآن و دنیای قرآن و عالم قرآن. خداوند این زیبایی ها را، فهم این زیبایی ها را نصیب من شما بفرماید و عمل به آن را. و ادخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات، و آنان که ایمان آوردند، ایمان توحیدی، ایمانی که از راه رسالت باشه، نه ایمان شرکی که از راه هارتپورت امامت جعلی باشه، ایمانی که قرآن میگوید، نه ایمانی که قرآن امام قرآن دزدشون 2/3 قرآن دزدیده باشه و بعد نائبانی ساحر و دجالش این ور اونور که اونو تراشیده اند و قائمش کرده اند خودشون با قرآن بازی کنند، مثل بقیه دجالان تاریخ که با تورات و با انجیل که پیامشون پیام قرآن بود بازی کردند. و ادخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که ایمان توحیدی دارن، ایمان آوردن. فقط به ایمان هیچ موقع قرآن اکتفا نمیکنه. و اعمال شایسته انجام دادن. اعمال شایسته رو دین مشخص کرده. روزخوانی رو جز اعمال شایسته ندونسته.
آدم کشی رو، تروریسم را، بیگناهان رو کشتن رو، مردم معترض را هرگز از اعمال شایسته که ندونسته، بلکه از اعمال طالحه دونسته. آنان که ایمان آورده با کارهای شایسته انجام دادن، اینها وارد بهشت هایی می شوند که زیرشون جویها جاریه، نهرها جاریه و در اونجا به اراده پروردگارشون جاودانند. اذن ربهی اراده پروردگاره، یعنی کسی دیگری کاری نیست، همه کار خداوند است. و تحییتشون در اونجا سلامه، همین تحییتی که تحییت مؤمنان در دنیاست. بعد از اینکه سرانجام و فرجام پیروان طاغوت‌ها و رؤسا و شیاطین و مراجع و خاخام‌ها و کشیش‌ها و بقیه فریبکاران دینی رو بیان کرد، همیشه تکرار کردم و عرض میکنم هر کسی که مردم رو به پیروی از خود خوانده بدون فرمان خداوند، بدون فرمان وحی، در منطق قرآنی، در منطق اسلامی طاغوته و هیچ تفاوتی نداره که این طاغوت معمم باشه یا ارتشمود باشه یا مکلا باشه. هر کسی که مردم را به پیروی از طاعت مطلق خود بخواند، چه پیر باشه از راه طریقه، چه معمم باشه از راه مرجعیت، از راه آل بیت نان بخوره، چه مکلا و ارتشمود و تیمسار و سرتیپ و سرتیپان و شاه و شاهنشاه باشه، مادامی که مردم را به اطاعت مطلق از خود میخونه، فرعون است، طاغوت است در منطقه قرآن. ببینید که قرآن چه آزادی به انسان میده که یعنی مطیع هیچ کسی نباش جز خداوند. حتی پیغمبر عظیم و شانش میگوید ان اتبع الا ما یوحى الی، من چیزی جز آنچه بر من وحی میشه پیروی نمی کنم. پس معنی طاغوت را بدونید تا بدونید که ولایت مطلقه بزرگترین طغیانه، بزرگترین طاغوت بازی است. در این آیات شریفه به سرانجام موحدان راستین و اهل ایمان اشاره میکنه. میفرماد که ادخل به ضم همزه که فعل مجهوله. مقصود اینه که این مؤمنان را که در دنیا به راه رسالت رفتن و عمل صالح انجام دادن، به راه قرآن رفتن، با تشریفات گوناگون وارد بهشت میکنن، نه که خودشون برن و در آیه قبل تصویری بود از اهل جهنم، از بدعتگزاران، از کفر ورزان، از طاغوتان معمم و مکلا. اینجا شکل مقابلشه بر روش قرآن. لیکن چنین نعمتی، چنین نعمت بزرگی که محل پاداش خداونده، یک بها میخواد، یک قیمت میخواد. این تصویر را قرآن کریم اینجا ترسیم میکنه. از چه کسانی است؟ از اون آزاد مردان انسانی است که آزادیشونو در انتخاب عقیده ازش استفاده کردن و پروردگارشون را شناختند و مطیع پروردگارشون شدند در همه چیز، هر کسی به اندازه توانایی خودش. کسانی را که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نترسیدند، کسانی که توحید پروردگارشون را در این دنیا به جا آوردند، به شرک غالیان مدعی تشیع و
و بعضا تصوف و عیسی پرستان و عزیر پرستان و بقیه قالیان دچار نشدند. اینهایی که در این دنیا به خوبی میدونستند که هیچ کسی در این دنیا نه مرده ای نه زنده ای نمیتونه بهشون ضرر برسونه، نمیتونه بهشون نفع برسونه. همین هایی که دست خدا را بالاترین دست میدیدند و دست خدا در این دنیا هم پشت سرشون بود. همین هایی که هم با زبان و هم با قلب میدیدند که و میگفتند که لا اله الا الله محمد رسول الله. هیچ معبودی، معبود راستینی، هیچ مشکل گشایی، هیچ علاج کننده‌ای، هیچ روزی دهنده‌ای، هیچ شفا دهنده‌ای جز الله نیست. هیچ عزت دهنده‌ای، هیچ ذلیل کننده‌ای جز خدا نیست. هیچ منع کننده‌ای، هیچ بخشنده‌ای، هیچ قابضی، هیچ باسطی جز خداوند نیست. مخلوقات رو از پیامبران عظیم و شأن گرفته تا صالحان و نیکان و امام ها و هیچ کسی رو با خدا شریک ننمودند. همشون و غمشون یک هم بود و خداوند از بقیه هموم اونها رو کفایت میکرد. ولذا پیامبر اکرم علیه السلام میفرماید که من شغله القرآن و ذکری، کسی که مشغول قرآن و ذکر من باشد. خوب دقت بفرمایید، این روایت از امام ترمذی علیه الرحمه از ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه می باشد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید کسی که مشغول قرآن باشد، قرآن نمی فرماید مشغول 7 هیکل باشد، مشغول روزخوانی باشد، مشغول دعاهای مجعول و حق و باطل قاطی شده صوفیان باشد، مشغول قرآن باشد، نه که مشغول روزخوانی و مفاتیح الجنان که مفاتیح النیران پر از حق و باطل، پر از شرک و ضلالت، نه که مشغول دعاهای شرکی و هارت و پورت متصوفه باشه. من شغله القرآن، کسی که وقتش را با قرآن میگذراند، قرآن او رو مشغول داشته، قرآن میخونه و ذکر من خدا میکنه، نه که یاد امام میکنه، یاد یا عبدالقادر جیلانی مدد، یا نعوذ بالله بدوی مدد، یا پیر و پاتال، یا غوث، یا قطب. اینا همش چنان شرکیه که انسان گویا با خدا داره علنا میجنگه. کسی که چنین چیزی بگوید اگر 1000 سال هم اسلامو خونده باشه از اسلام بوی نبرده، نفهمید اسلامو. خر عیسی چو به مکه رود، چون باز آید هنوز خر باشد. ورزا قرآن به شما مثال میزنه، مثلهم که مثل الحمار یحمل اسفارا، مثالشون مثل چارپایانی است که بار کتب دارن. این جانوری که میاد میگه که کتاب هدایه همه کتب رو نسخ کرده، این چی میگوید؟ چی میفهمد که از اسلام بوی برده؟ پناه بر خدا. اینی که میگوید نهج البلاغه خواهر قرآنه، این از اسلام بوی برده؟ جز غلو و افراط چیزی فهمیده؟ من شغله القرآن و ذکری، کسی که مشغول قرآن باشد و یاد من، نه یاد امام، نه یاد فلان و علان، نه یا علی یا حسین یا زامن آهو یا ابوالفضل گفتن. کلمات پیامبر نور است، بلکه وحی خداوند است. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از هوای خود سخن نمیگوید، گفته او گفته الله بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود.
من شغله القرآن و ذکری ان مسئلتی قرآن، خوندن قرآن، تفکر در قرآن، فهمیدن قرآن، نشستن در جلسه قرآن، در برنامه قرآنی و یاد من خداوند او را از سؤال من مشغول داشته. به جای که بشینه دعا کنه ذکر منو میکنه، میگه سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. همه اذکار قرآنی و نبوی این اونو مشغول میکنه. و خوندن قرآن، خداوند میفرماید که اعطیته افضل ما اعطی السائلین، او رو میبخشم، عطا میکنم، میدهم بیشتر از اون چه که بهتر از اون چه که به سوال کنندگان و دعا کنندگان میدهم. اینهایی که این موحدانی که در دنیایشون خدا را شناختند از راه اسمایش، از راه اسماء حسنایش، از راه صفات علیایش، از راه قرآن کریم، از راه سنت نبوی، از راه تأمل در این کائنات، و این دانش در فطرتشون خداوند گذاشته، هیچ سخت نیست. بگو آقا یه خدا، سه خدا، این باید اونقدر کلنجار بری که سفسطه و فلسفه بگی تا خودتو به زور قانع کنی و قانع هم نمیشی، به زور قبول میکنی. آقا 12 امام و 12 معصوم، 12 خدا، هرچی به زور بچپونیدش فطرت انسانی رو نمیپذیره، مگر اینکه مثل آخونده آدم خودشون خر باشن، خودشون خرند و دیگران رو خر کردن، هیچ کدومشون قانع نیستن، دروغ میگن. برکه افکار زورکی که انسان نمیتونه باش قانع باشه، که الکی ازش دفاع میکنه، برکه دکون دارن، منفعت دارن. اینهایی که در دنیا خدایشون را شناختن و به حرف خدا عمل کردن، برده هیچ کسی نشدن، آزاد زندگی کردن با خدایشون، برده پیر نشدن که طریقت بگیرن، برده مرجع نشدن، برده خاخام نشدن، برده کشیش نشدن، برده پاپ نشدن، برده داعی دعات اسماعیلی نشدن، برده این همه فرقه های ضاله بردگیگری است، همه فرقه های ضاله و ادیان ضاله بردگی بردگانه. و اینو اقبال لاهوری چقدر به خوبی ترسیم میکنه در رحمت خدا بر در دیوان زیبای خودش. اگرچه به نظرم علامه احسان الهی ظهیر در توحید از او خیلی قوی تره. رحمت خدا بر هر دوشون باد. و جالب اینه که هر دوشون از سیالکوتن. طوری که یکی از بینندگان اشاره کرد. و اینایی که در دنیا خداشون را شناختن، عمل صالح انجام دادن، پاداششون چیه؟ در روز قیامت و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونایی که ایمان آوردند و عمل نیک انجام دادند، خداوند اونها رو وارد بهشت هایی میکنه. خداوند ما شما را از اونها قرار بده که در زیر مسکنهاشون باغها جویها جاری است، خالدین فیها، در آنجا جاودانند. لیکن این جاودانگی به اذن خداونده، به اراده خداونده، همچون که همه چیز در این دنیا به اراده خداونده و در آخرت هم به اراده خداونده. همین اراده خداوندی را همه فرق ضاله که در رأسشان امام تراشان باشند از شورات مطلقه درست کردند، بت‌هایی به نام امام درست کردند، در صورتی که اون ائمه بزرگوار خودشون اهل توحید، اهل سنت و جماعت بودند. و یکیشان
از رافضیان مدعی تشیع نبوده و به امامت و اسمت و بقیه هارت پورت ها اعتقادی نداشته. اهل سنت بودن، با اهل سنت زندگی کردن، در میان اهل سنت ازدواج کردن، در میان اهل سنت فوت کردن، در میان اهل سنت دفن شدن. تحیتهم فیها السلام، خوش آمدگوییشون در اونجا سلام و صلح و صفاست. بلکه بهشت از هر کدورتی سلیمه، یعنی که با صلح و صفا، با سلامتی از هر کدورتی وارد این محل پاداش خداوند بشید. از هر کدورتی دوره، از هر ناراحتی، از هر همی، از هر غمی، هر آنچه که مردم در دنیا ازش میترسن اونجا درش نیست. نه که شما از این میترسید که دوستت ازت ناراحت بشه فردا برنجه، نه بر درآمدت میترسید، هرچه در دنیا مثلا، نه بر مال، نه بر فرزند، نه بر همسر، در همه چیز هیچ غمی نیست، غمخانه نیست. در این دنیا کسی بیغم نباشد، اگر باشد بنی آدم نباشد. در اون دنیا که در بهشت کسی با غم نباشد، اگر باشد بهشتی نباشد. تحیتهم فیها السلام، خوش آمدگوییشون سلامه. سلام از اسماء خداوند سبحانه و تعالی. ولذا ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. امام بغوی رحمه الله میگوید که کسانی که تصدیق خدا و رسول کردند، مقصود از ایمان و عمل نیک انجام دادن. و شیخ ازهر، شیخ طنطاوی رحمت الله تعالی علیه میگوید که وقتی که خداوند مجازات ظالمان رو ذکر کرد، اینجا پاداش طائعان و مطیعان رو ذکر میکنه. و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که دین رو برپا داشتند، دین رو نفروختند، دین رو به خاطر رئیس، به خاطر ولی فقیه، به خاطر قدرت کجش نکردند، کج کولش نکردند، یه طوری حرف نزدند که نه دین نه سیخ بسوزه نه کباب، مردم حیران بشن. 2 ساعت حرف بزنیم متوجه نشن چی بگی. بلکه از هم نظر قول، هم نظر عمل، هم نظر اعتقاد دین رو برپا داشتن. اول بر خودشون، در خانوادهشون، در محیطشون، بعد به دیگران. سیاست بازی نمی کردند که به دیگران چیزی بگویند مثل خامنه ملعون و خود چیز دیگه انجام بدند، مثل روحانیت ملعون. و هر کسی که به اینها نزدیکتر باشه به همون اندازه گرفتار عذاب خدا میشه. جنات تجری من تحتها الانهار، در این بهشت لذت هایی هست که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. همچنان که پیامبر اکرم میفرمایند هرچی من شما اینجا از بهشت میگوییم، به قول حضرت ابن عباس، تمثیل فقط، برای اینکه دنیای دیگری است، عالم دیگری است. بنده همیشه این مثال میزنم، کودکی که در شکم مادره، فرزند بشر به کشفیاتی برسه، امروز بشر کشفیات عظیمی انجام میده که در طول تاریخ شاید انجام نگرفته باشه، به بچه بفهموند که دنیای دیگری هست. چطوری میفهمه؟ بچه که در رحم مادره، بگم بابا جوی هست، کوهستان هست، دنیا هست، دریا هست، آسمان هست، زمین هست. چطوری میفهمه؟ هرچی بگن. من شما الان در رحم زمینی نسبت به آخرت. شما تصور کنید کل این هستی در مقابل عرش خداوند به اندازه یک انگشتره، برای تشبیهی که در روایت ها هست.
در دنیا در بهشت لذت هایی هست، خواهش هایی هست که نه چشم دیده، نه گوش شنیده و نه در قلب بشر خطور کرده. ولذا علامه ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه که از شاگردان برجسته امام ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه میفرماد وقتی که سرانجام اشقیا رو ذکر کرد، سرانجام مشرکان رو ذکر کرد، سرانجام بدبختان رو ذکر کرد، سرانجام پیرپرستان و پاتال پرستان و امام پرستان و بدعتگزاران و کفر ورزان و بیدینان رو ذکر کرد که چطوری در خاری افتادن در جهنم، به چه رسوایی افتادن، چطور سخنرانشون خطیبشون ابلیس بلند میشه سخنرانی میکنه. اینجا عطف میکنه به حال خوشبختان که چطور در روز قیامت وارد محل پاداش خدا میشن و هر جا که دلشون بخواد گردش میکنن و در اونجا جاودانه اند و این نعمت ها جاودانه. و امام ابن عاشور تونسی خدا رحمتش کنه تفسیر دقیقی داره، میگه که این آیه و ادخل الذی، این واو عاطفه میدونه. چقدر زیباست دنیای مفسران، دنیای قرآن. خداوند به ما شما فهم درست و عمل درست نصیب فرماید. میگه این عطف بر آیه سابقه و بر رسول الله جمیعا که از وقتی که حال مشرکان رو ذکر کرد اینجا منتقل میشه به حال مؤمنان و اینجا هدفی درش هست تا تفاوت احوال اونها شناخته بشه. برعکس کافران، برعکس پیروان ابلیس، برعکس امام تراشان، برعکس پیر و پاتال و اغرب خوران و لامپ خوران مدعی تصوف، برعکس عیسی پرستان و عزیر پرستان و بقیه غالیان و فریبکاران تاریخ که اونجا با همدیگه سرکله همدیگه رو میشکنن در پیش امامشون که ابلیس باشه، اینها به هیچ کدوم از این مجادلات گرفته نمیشن، منزهند از این مجادلات. اونها مشغول در جهنم مشغول داد و فریاد و سرکله شکستن خود هستن. اینجا رو حال مؤمنان که تکیه میکنه چطوری با عزت و کرامت با پیشوایی با پیشواز ملائکه روبرو میشن که به اذن خداوند اونها رو وارد بهشت میکنن. و همچنین ممکنه این واو حال گرفته بشه، یعنی بارز شدن و ضعیفان چنین گفتن، مستکبران چنین گفتن، مستکبران چنین گفتن، شیطان چنین گفت، آخرش که اینا رو در آیه قبل شرح دادیم. وقد ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. اما موحدان مؤمنان که اعمال صالح انجام دادند بدون این دردسرها به اذن خداوند وارد بهشت میشوند. خداوند ما و شما را از اینها قرار بدهد. این اشاره است که چطور خداوند اونها رو اکرام میکنه از اولین وهله، از اولین قدم. اینجا که وقتی میفرند به اذن ربهم و همه چیز به اذن پروردگاره، چرا اینجا اشاره میکنه؟ این اشاره به عنایت خاص خداوند داره به مؤمنان، اشاره به عنایت خاص و اهتمام خاص خداوند داره. علاوه بر اذن عمومیش اینجا اذن خاص بر مؤمنان داره که انشاءالله همین آیه را در جلسه دوم ادامه خواهیم داد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.